تشک آ وزن 66 کیلوگرم. یک کشتی بسیار حساس رو ما داریم در این وزن بین سید محمد مهرابی از استان خوزستان با دوبنده قرمز در مقابل سعید اسماعیلی از استان البرز با دوبنده آبی. تشک آ و مبارزه دو کشتیگیر که 7-8 ثانیه است آغاز شده. هر دو کشتیگیر در ابتدای این مبارزه به دنبال روزنه مناسبی هستند تا بتونن از همدیگه امتیاز کسب کنن. واقعا همه کشتیگیران سرحال و آماده در این دور از رقابت‌ها حضور داشتند. محک بسیار مناسبی باشه برای نفرات برتری که در آینده به تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران کمک بکنن. در کنار بنده آقای بزرگی هم حضور دارن که از قهرمانان سابق کشتی و مربیان خوب ورزش کشتی در استانمون. داور از هر دو کشتیگیر میخواد که مبارزه بهتری از خودشون به نمایش بگذارن. آقای امیدی از داوران خوب ورزش کشتی در استان ایلام. کار خاصی رو از دو کشتیگیر ما ندیدیم تا این لحظه. آقای بزرگی در خدمت شما هستیم، چون کشتی هم زیاد واقعا خوب دنبال نمیشه. بله، سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی همشهریان عزیز ایلامی و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری عزاداران حسینی. کشتی که ما داریم دنبال میکنیم الان لحظاتی است که حدوداً 1 دقیقه و 35 ثانیه از کشتی گذشته. پس از این ما انتظار داریم که بعد از این سرپا و حالتهایی که به دنبال فن هستن اجرا داشته باشیم از کشتیگیران، خصوصا اینکه کشتیگیران خوزستان کشتیگیران توانمندی هستند. خیلی متشکرم آقای بزرگی. انشالله در ادامه حتما در خدمت شما خواهیم و بین دو تایم از نظرات کارشناسانه شما استفاده خواهیم کرد. سعید اسماعیلی از استان البرز و حالا بایستی سید محمد مهرابی در خاک او قرار بگیریم. فرصت مناسبی است که بتونه در خاک فنونش رو اجرا بکنه. اسماعیلی میره برای اجرای فن بارانداز، به راحتی موفق میشه 2 امتیاز رو به دست بیاره. باز هم به دنبال اجرای فن باراندازی یه بار دیگه امتحان میکنه. باریکلا به سعید اسماعیلی. حساب کار 4-0 میشه و بیرون از محوطه تشک هم موفق میشه که 2 امتیاز دیگر رو کسب کنه و این نشون میده که واقعا در خاک تبحر بسیار بالایی داره. سعید اسماعیلی دلاوری از استان البرز مصممه که این با کشتی رو به نفع خودش به پایان ببره. 1 امتیاز دیگه کسب کنه کار تمام میشه. 2 دقیقه و 15 ثانیه. ببینیم که میتونه 1 امتیاز دیگر رو به دست بیاره یا خیر. کشتیگیر خوزستانی سرپا خوب کشتی میگیره. در این دور از رقابت‌ها هم کشتیگیران استان فارس هم کشتیگیران استان خوزستان کشتی‌های زیبایی رو از خودشون به نمایش گذاشتن. وقتی ما این شور و انگیزه رو در بین جوانان با غیرت ایرانی در کشتی میبینیم احساس غرور میکنیم و انشالله این جوانان با استعداد بتونن در آینده به نفع کشتی کشور و برای تیم ملی افتخار آفرینی بکنن. اینجا در خاک قرار میگیره. نماینده استان البرز 2 امتیاز رو به کشتیگیر خوزستانی میدن و تایم اول به پایان میرسه. آیه بزرگی تایم اول کشتی خوبی رو دیدیم این لحظات پایانی. چجور بود؟ کشتیگیر البرز آقای اسماعیلی خیلی با فکر کشتی گرفتن، باراندازهای قشنگی زدن. در گروه بازنده ها اینا برای کسب عناوین 3 و 5 هستش که دارن رقابت میکنن. ما پس از این که این کشتیگیرها که رو دوشک بیان انتظار داریم که کشتیگیر البرز بیشتر به حرف مربیاش گوش بده، از حالاتی که توی خاک میتونه استفاده کنه بهره ببره، بیشتر بهره ببره. همینطور کشتیگیر خوزستان هم کشتیگیر قدری هستش. کشتی شروع شده الان. خیلی متشکر. بپردازیم به گزارش تایم دوم این مبارزه. تایم اول رو کشتیگیر استان البرز به نفع خودش به پایان برد.
سعید اسماعیلی در سرپا دو کشتیگیر به دنبال اجرای فنون خودشون هستند. میدونید در کشتی فرنگی سرپا امتیاز گرفتن بسیار سخته، اما کشتیگیران ایرانی توانایی و پتانسیل این کار رو دارن و در رقابت‌های مختلف بارها اینو نشون دادن. کشتیگیران استان خوزستان دیروز ما کشتی‌های خوبی ازشون دیدیم. در جا داره من الان یه اشاره‌ای هم اگه وقت داشته باشیم کوتاه باشه که انشالله بیشتر گزارشه. دیروز ما در 55 کیلوگرم ابراهیم ترنج از خوزستان قهرمان شدن. به سهم نظر همشهریانمون برسونم 84 کیلوگرم آقای میلاد خسروی از لرستان اول شدن و قهرمان خوب شهرمون آقای سعید حسینپور از ایلام مقام دوم رو کسب کردن. در نهایت 6 کیلوگرم آقای مصطفی خاقانی از تهران نفر دوم شدن و در 120 کیلوگرم مسعود نعمتچکانی از خوزستان قهرمان شدن. خیلی متشکرم آقای بزرگی. خوزستانی ها دیروز 2 طلای 4 وضع اول رو کسب کردن و اگر در 3 وضع دوم هم بتونن به همین منوال کار رو ادامه بدن شاید قهرمان مسابقات کشتی فرنگی هم استان خوزستان بشه. انصافا هم تلاش کردن، مربیانشون زحمت کشیدن. مسئول ورزش استان خوزستان، امیدواریم همه استان‌های کشورمون مثل خوزستانی ها بتونن به کشتی کشور ما کمک بکنن. کشتی‌های زیبایی رو دیدیم از کشتیگیران جوان کشورمون در این دوره از رقابت‌ها و در وزن 66 کیلوگرم کشتی بین سعید اسماعیلی و حریفش از استان خوزستان سید محمد مهرابی 7-2 در حال برگزاری. 1 دقیقه و 58 ثانیه هم از مبارزه دو کشتیگیر در تایم دوم سپری شده. در خاک بایستی در اختیار اسماعیلی قرار بگیره و حساب کشتی 11-2 و تمام میشه و سعید اسماعیلی اینجا موفق میشه که حریف مقتدرش از استان خوزستان سید محمد مهرابی رو با نتیجه 11-2 شکست بده. خب بریم روی تشک بی، جایی که نمایندگان استان البرز و اصفهان بایستی در مقابل همدیگه کشتی بگیرن. شما نمای بازی رو از سالن مسابقات